سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی، من آرمین هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با دوره 0 تا 100 طراحی ربات تلگرامی با پایتون. تو این دوره قصد ما اینه که طراحی ربات تلگرامی رو از 0 شروع کنیم تا 100 رو با هم پیش ببریم و یاد بگیریم. کتابخونه که قصد داریم تو این دوره استفاده کنیم کتابخونه تلبات هست که اونو از 0 شروع به تدریس میکنیم. Different parts of the course. بخش های مختلف این دورم. بخش اول بخش مقدماتی است که تو این بخش مقدماتی قصد ما اینه که از 0 تا 100 ربات تلگرامی رو با هم کار کنیم، یاد بگیریم، تدریس کنیم، تمرین حل کنیم و بعد با کتابخونه تلبات آشنا بشیم و بعد از اتمام بخش مقدماتی ما میتونیم ربات های ساده تلگرامی رو از 0 تا 100 رو با هم طراحی کنیم. بخش بعدی بخش پیشرفته هست. تو این بخش قصد ما اینه که بالاتر از مرحله 100 یعنی 0 تا 100 طراحی ربات تلگرامی رو یک مرحله بالاتر یعنی مثبت 100 رو یاد بگیریم و بتونیم ربات های پیشرفته، ساده تا پیچیده یا راحت تا سخت رو هم طراحی کنیم و بدون هیچ ایرادی وارد بازار کار بشیم و پروژه بگیریم. و در نهایت بخش پروژه عملی. تو این بخش پروژه عملی ما قصد داریم که یک پروژه‌ای رو از 0 تا 100 در نظر بگیریم، از 0 شروع به کد زدن کنیم، کامل توضیح بدیم و ببینیم که چطوری از 0 تا 100 یک ربات تلگرامی رو بالا میارن و طراحی کنن تا بخش مقدماتی و پیشرفته رو با هم ترکیب بزنیم و یک ربات خیلی حرفه‌ای طراحی کنیم. و بعد goals of the course. هدف‌های این دوره. تو این دوره هدفم اینه که تمامی کاربران و دانشجوهایی که مشتاق به این حوزه هستن بتونن از 0 به 0 شروع به کار کنن و وارد بازار کار شون. و هدف بعدیمون اینه که تمام دانشجوهایی که تو این دوره ثبت نام میکنن تو هر سنی که هستن و با هر توانایی که دارن شروع به یادگیری کنن و حرفه‌ای شن. و بعد تو این دوره هدفم اینه که تمامی تدریس هایی که انجام میدیم به ساده ترین شکل موجود و راحت ترین شکل تدریس کنیم که تمامی کاربران بتونن راحت تر اون رو بفهمن و تمرین کنن. و بعد تو این دوره هدفم اینه که هیچ یک از دانشجوها هیچ اشکالی نداشته باشه. اگه اشکالی بود یک ویدیو رفع اشکال درست کنیم و آپلود کنیم که اشکالات رفع بشه یا تو پیوی تلگرام تمام اشکالات رو رفع کنیم تا هیچ اشکالی نمونه. و هدف بعدی ما اینه که تمامی دانشجوهایی که وارد این حوزه میشن و این ویدیوها رو دارن میبینن بعد از اتمام این دوره بتونن به وارد بازار کار بشن و کار کنن. و کلی هدفهای دیگه که تو این دوره قراره که ببینید همشون رو. و اسلاید بعدی Your ability after the course یعنی توانایی‌های شما بعد از این دوره. بعد از این دوره شما می توانید از صفر یک ربات رو شروع کنید و اون رو طراحی کنید تا 100 رو و به کارفرما ارائه بدید. میتونید بعد از این دوره بدون هیچ مشکلی و ایرادی وارد بازار کار بشید. و بعد از این دوره میتونید چه ربات‌هایی که قبلا طراحی شده و چه ربات‌هایی که شما یک ایده جدید دارید رو میتونید طراحی کنید و بدون هیچ ایرادی مشکلی بتونید اون رو طراحی کنید و پیش برید. و بعد از این دوره میتونید به هر دیتابیسی که مد نظرتون هست به اون در ارتباط باشید و با اون ربات تلگرامی که ساختید با اون دیتابیس ها تعامل داشته باشید، اطلاعات ذخیره کنید، اطلاعات بگیرید و کارهای دیگه که میتونید با تمامی دیتابیس ها انجام بدید میتونید با تلگرام هم انجام بدید، ربات های تلگرام و رابط های دیگه که باز میتونید داشته باشید. سرویس هایی که تو این دوره داریم اولش اینه که کانال تلگرامی و گروه روشکال داریم واسه بچهای این دوره که میتونن اون مطالب جدیدی که تو کانال میذاریم و تو اون گروه روشکال که داریم میتونن عضو بشن و روشکال کنیم با هم
و بعد پشتیبانی 24 ساعته داریم که آیدی پشتیبانی اینزی گذاشته شده @tijiko support. و بعد پیج اینستاگرامی هم مطالبی میذاریم در مورد ربات‌های تلگرامی و حوزه‌های دیگه. سایتمون هم armin.tijiko.ir هست و یه دونه کانال یوتیوب داریم که بعضی از مطالب رو هم تو کانال یوتیوب آپلود میکنیم تا شما بتونید ازشون استفاده کنید. اسم کانال یوتیوبمون هم armin.tijiko هست. و بخش مقدماتی. مبحث اولش 1. معرفی و راه اندازی محیط توسعه. تو این بخش اول حالا بذارید اول بخش ها رو بخونیم و بعد بریم توضیحاتشون رو هم بگیم. بخش دوم آشنایی با تلگرام و ساخت ربات تلگرام. بخش سوم آشنایی با کتابخانه تلباگ. بخش چهارم ایجاد اولین ربات تلگرامی. بخش پنجم کار با پیام ها و دستورات ساده. بخش ششم پاسخ به دستورات کاربران. بخش هفتم مدیریت کاربران و پیام ها. بخش هشتم کار با انواع داده ها و بخش آخر بخش نهم ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات. حالا بریم بخش اول رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که تو مبحث 1 چه سرفصل‌هایی داریم. معرفی و راه اندازی محیط توسعه. ما تو این بخش قسمت ایش یا قسمت و پارت اولش معرفی دوره و اهدافمون که تو این دوره چه کارهای انجام میدیم، چند تا نمونه میزنیم که چه قرار طراحی کنیم، چه تمرین‌هایی قرار انجام بدیم و هدفمون رو هم که گفتیم و تکمیل‌تر باز دوباره میگیم. قسمت دومش دست به پایتون و پیپ. ما چون که گفتیم این دوره از 0 هست، شاید بعضی از افرادی که وارد این دوره حوزه شدن پایتون و اون سینتکس اولیه پایتون رو با همشون رو بلدن و میخوان که حوزه رو شروع کنن. این قسمت واسه اون دانشجوهایی هستش که از 0 دارن شروع میکنن و میریم که با هم یک کد ادیتور و همچین چیزایی رو با هم نصب کنیم و با هم جلو بریم، چون که این دوره از 0 هست همه چیز رو از 0 میگیم. پارت دوم که گفتیم نصب پایتون و پیپ هست. پارت سوم آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون. میریم سینتکس پایتون رو به صورت ساده بررسی می‌کنیم. اگه می‌خواید بیشتر یاد بگیرید تو کانال منظور تو یوتیوب آپلود کردیم بخش مقدماتی پایتون رو، میتونید از اونجا ببینید. بخش چهارم نصب راه اندازی کد ادیتور وی اس کد است. میریم وی اس کد رو با هم نصب می‌کنیم تا بعد از شروع کار تو این فضا و فضای وی اس کد با هم کد می‌زنیم. بخش پنجم معرفی مفاهیم پایه برنامه‌نویسی با پایتون. باز یه مروری به گذشته میزنیم، متغیرها، اپراتورها، شرطها، حلقه ها و تابه ها و در نهایت کلاس ها رو با هم دوباره بررسی کنیم به صورت گذرا و ببینیم که چیا خوندیم یک مروری بشه تا با اطلاعات تکمیل‌تر وارد این حوزه طراحی ربات بشیم و ادامه بدیم. و بخش دوم آشنایی با تلگرام و ساخت ربات تلگرام. معرفی تلگرام و API آن. تلگرام رو میریم بررسی میکنیم، ببینیم که چطور میتونیم به API تلگرام وصل بشیم، یک ربات تلگرامی بسازیم و چطور بهش وصل بشیم. و تو قسمت بیش یعنی پارت دومش میریم ساخت ربات تلگرامی از تگ باتفادر رو با هم یاد بگیریم، بریم یک توکنی از باتفادر بگیریم تا بعد از این که با اون توکن رباتمون رو بسازیم، توسعهش بدیم، کد بزنیم و اجرا بدیم و بعد تو تلگرام با اون ربات کار بکنیم و تست بکنیم دیگه اون رباتی که ساختیم. قسمت سی همون پارت سوم دریافت توکن ربات و تنظیمات ربات که پیش نیازش همون قسمت پی هست که با باتفادر میریم کار میکنیم و توکن و تنظیمات ربات رو انجام میدیم تا نوشتن کد رو شروع کنیم. بخش چهارم بررسی محدودیت‌ها و قابلیت‌های ربات‌های تلگرام. بریم محدودیت‌ها و قابلیت‌هایی که ربات‌های تلگرام دارن رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه کارهایی میشه با ربات‌های تلگرامی انجام داد، چه کارهای مناسب نیست که با ربات‌های تلگرامی انجام بدیم و همچین چیزایی رو تو این بخش بررسی خواهیم کرد. و مبحث سوم آشنایی با کتابخانه تلبات. اینجا میریم کتابخانه تلبات رو با هم نصب می‌کنیم
و مستنداتش رو با هم بررسی میکنیم که ببینیم چی هست و چیا داره، چه چیزایی قراره که به ما ارائه بده و چه چیزایی که قراره ما ازش استفاده کنیم. بخش C، آشنایی با ساختار کلی برنامه‌های ربات تلگرام. یک ساختار کلی رو با هم بررسی میکنیم، ببینیم که با کتابخوانی تلبات اون ساختار کلیش چیه و چطور میشه یک ربات خیلی خیلی ساده که یک عملیات رو انجام میده رو انجام بدیم. بخش 4، منظور مبحث 4، ایجاد اولین ربات تلگرام. پارت اولش، نوشتن اولین کد برای راه اندازی ربات. شاید تو تلگرام ربات‌هایی که اگر استارت کرده باشید می‌دونید که با استارت کردن ربات یک پیامی، یک عملیات خاصی رو واسه شما انجام میده. تو این قسمت قصد داریم که همچین چیزی طراحی کنیم که با استارت کردن ربات، یعنی کاربر وقتی که ربات رو استارت کرد اون عملیات ها انجام بشه و یا اگه متنی از قبل آماده داریم به کاربر ارسال بشه. بخش B همون ارسال پیام های ساده هست. میخونیم که پیام های ساده رو میتونیم چطور ارسال کنیم. و بعد پارت C، اجرای کد و بررسی عملکرد ربات. کدمون رو اجرا میکنیم، کامنت ها اضافه میکنیم و چیزهای دیگه و بعد بررسی میکنیم عملکرد ربات رو، بهینه سازیش و چیزهای دیگه رو بررسی میکنیم و میبینیم که چه چیزهایی رو انجام دادیم و آیا کدمون درست کار میکنه یا نه. بخش بعدی، بخش 4، اشکال زدایی اولی. میریم اشکال زدایی اولی انجام میدیم و اون باگ های احتمالی که قرار تو ربات ببینیم رو رفع میکنیم و دیگه باگی نمیمونه که واسه ما بده و ارور بده. بخش بعدی و مبحث بعدی، مبحث 5، کار با پیام ها و دستورات ساده است. پارت اولش ارسال و دریافت پیام های متنی، پارت بعدی تعریف و استفاده ساده با استفاده از دکوراتورها، ارسال عکس، ویدیو، فایل ها و غیره، آشنا با انواع پیام ها و متد های مختلف ارسال. این 4 تا بخشی که خوندم زیر حالا سرفصل های مبحث 5 بودن که میریم در حالت کلی ارسال عکس، ویدیو، متن، فایل و همچین چیزایی رو با هم میخونیم که ببینیم که با کاربر چطور میتونیم تعامل داشته باشیم و منظور خودمون رو برسونیم، کاربر هر چی ارسال کرد اون رو بفهمیم، یعنی ما که نه، رباتمون بفهمه و اون متن مخصوصش رو و اون چیزی که لازم داره رو بهش ارسال کنیم. بخش بعدی، بخش منظور مبحث 6، پاسخ به دستورات کاربران. بخش اولش، ایجاد پاسخهای خودکار به دستورات. مثل همون کامنت استارتی که بود، مثل همون کامنت های دیگه رو اضافه میکنیم که کاربر با اون کامنت ها میتونه بعضی از دستوراتی رو انجام بده. استفاده از متغیرها و پارامترها در پاسخها، همون پاسخهایی که یعنی کاربر اون عملیات ها و دستورات رو واسه ما ارسال کرد، ما اون متغیرها، اون پارامترها رو از کاربر میگیریم، اون عملیات های مورد نظر رو انجام میدیم و در پاسخ بهش ارسال میکنیم. بخش C، ارسال پیام های شخصی سازی شده. باید میخونیم که چطور پیام های شخصی سازی شده به کاربران ارسال کنیم و همچین چیزایی. بخش D، مدیریت پیام های ورودی. باز گفتیم که چطور میتونیم ورودی ها رو از کاربر بگیریم، همون متغیرها و پارامترها بودن، اونا رو از کاربر میگرفتیم و هر عملیات که مربوط به اون ورودی ها بود رو انجام میدادیم و بهش اون متن مورد نظر رو ارسال میکردیم. مبحث بعدی، مبحث 7، مدیریت کاربران و پیام ها. پارت اول، پارت A، محدودیت های دسترسی و مجوز. پارت B، دریافت اطلاعات کاربر مثل نام، شناسه زبان و غیره. بخش C، مدیریت پیام های گروهی و خصوصی. D، مدیریت چت ها و جلسات. تو این مبحث بیشتر کار داریم که چطوری تو گروه های خصوصی یا عمومی، نمیدونم تو پیوی ربات، چت ها و غیره، چطور میتونیم با کاربر باز تعامل داشته باشیم، با کاربران دیگه هم تعامل داشته باشیم، مدیریت کنیم اون گروه ها رو. مثلا دیدید بعضی از ربات ها تو بعضی از گروه ها
مثلا پیام‌های اسپم رو دیلیت میکنن یا کارهای دیگه انجام میدن یا مثلا با اسلش بند اون کاربر رو از اون گروه بند میکنن. همچنین ربات‌هایی رو بررسی میکنیم و ببینیم که اون ربات‌ها رو چطور نوشتن و ما هم میریم همونها رو بنویسیم. حالا بخش بیمون که دریافت اطلاعات کاربر. از کاربر اون اطلاعات لازم رو برای احراز هویت میگیریم. مثلا بعضی از ربات‌ها لازم دارن که احراز هویت انجام بشه. مثلا یک صرافی طراحی شده که لازمه که اون کاربر بیاد سنش، شماره موبایلش، ایمیلش، اسمش و هر چی اطلاعی که لازمه رو وارد کنه و بعد بتونه از ربات استفاده کنه. یا مثلا از بعدن این اطلاعات رو وارد کنیم تا بعض بخشی از اطلاعات اون ربات رو استفاده کنیم. منظور بخشی از سرویس های اون ربات رو استفاده کنیم. بخش و مبحث 8 کار با انواع داده ها. قسمت اول ارسال و دریافت تصویر، ویدیو، صدا و فایل ها. تو فکر کنم مبحث 3-4 بررسی کرده بودیم که چطور ارسال کنیم تصویر، ویدیو و غیره رو. حالا اینجا بررسی کنیم که اگر کاربر تصویری، ویدیویی، صدا یا هر چیز دیگه ارسال کرد اون رو چطور بگیریم و تحلیلش کنیم و اون عملیات ها رو روش انجام بدیم. بخش بعدی بخش ب استفاده از کیورد های سفارشی و اینلاین ها. بعضی از ربات های تلگرام رو دیدید که ربات های شیشه‌ای درست میکنن و بعضی از متن‌ها یا مثلا بعضی لینک ها رو توش قرار میدن که یا حالا سایتی کانال دیگه رو باز میکنه یا عملیات خاصی رو انجام میده. همین چیزایی رو تو این بخش درست میکنیم. بخش بعدی ایجاد مدیریت منوهای تعامل و منوهایی که تو ربات‌های تلگرامی اکثر ربات‌های تلگرامی دارن. یک منوی هست، متن آماده هایی هستن که مثلا می‌نویسه ورود به داشبورد. وقتی که با اون کلیک می‌کنی یک پیام آماده‌ای به ربات ارسال میشه و ربات میفهمه که کاربر میخواد به اون بخش وارد بشه و کاربر رو به اون بخش وارد میکنه. بخش بعدی بخش 4 قسمت دی ارسال مکان، لوکیشن و وایس و حالا شماره موبایل و غیره که میتونیم از کاربر به صورت یک کلیک خیلی ساده ازش این اطلاعات رو بگیریم. همچنین چیزا رو با ربات طراحی میکنیم و بررسیشون میکنیم. و در نهایت بخش 9 ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات که اینجا با دیتابیس ها کار داریم و تو ادامه میگیم که با چه دیتابیسی قرار کار کنیم. پارت اولش ذخیره سازی اطلاعات در فایل های متنی مثل فایل های TXT. همون فایل های TXT که خیلی ساده هستن که با پایتون و یک سیستم منظور ربات میتونیم اون رو خیلی ساده انجام بدیم. بخش بعدی بخش ب ذخیره سازی اطلاعات در دیتابیس مونگو دیبی یعنی مونگو دیتابیس است که میریم با دیتابیس مونگو کار میکنیم و اطلاعاتمون رو پیشرفته تر با امنیت بالاتری و بهتر و حرفه‌ای تر تو این دیتابیس ذخیره میکنیم. و بعد قسمت سی و پارت سی آشنا با جیسون و ذخیره سازی داده ها به صورت جیسون است که با جیسون ها هم کار خواهیم کرد. و بخش آخر بخش دی خواندن و نوشتن داده ها از فایل مونگو دیبی یا TXT. حالا تو قسمت A و B ما اون اطلاعات رو ذخیره کردیم تو فایل های متنی همون TXT و در قسمت D میایم اون فایل ها رو میگیریم و تحلیل میکنیم و دوباره برمیگردیم به ربات تا تو اون ربات استفاده کنیم. این بود از این دوره. سرفصل هاش رو بررسی کردیم. شاید واسهتون سوال باشه که چرا سرفصل و مبحث های دوره و بخش پیشرفته رو نذاشتیم. چون که حالا میخوایم قدم به قدم با دوره مقدماتی جلو بریم، با شما تعامل داشته باشیم تا ببینیم که تو دوره پیشرفته چه سرفصل‌هایی و منظور مبحث‌های مختلف و اضافی رو میخواید که اضافه کنیم بهشون و بعد شروع به رکورد اونها بکنیم و به شما تحویل بدیم این ویدیوها رو. اگه میخواید این دوره رو تهیه کنید میتونید اطلاعاتش رو از کانالمون که حالا تو اسلایدهای قبلی گذاشته بودیم ببینید و اطلاعاتش رو گذاشتیم به ادمینمون پیام بدید و دوره رو تهیه کنید و استفاده کنید و پشتیبانی 22 ساعت هم بگیرید و تمامی اشکالاتتون رو در کمترین زمان ممکن بهتون پاسخ میدیم. حالا اگه بهتون هم
آیدی کانال تلگرام رو هم پیدا کنم دوباره بهتون نشون میدم. آره اینجا این آیدی کانال تلگرامی ما هست tjiko_python. میتونید اینجا ببینید و ببینید که چطور میتونید تو این دوره ثبت نام کنید و دوره رو شروع کنید. تا موفقیت های بیشتر فعلا بدرود.